مسئولان در ریاست اطلاعات و فرهنگ هرات میگویند که کار پارک مسجد جامع بزرگ این ولایت تکمیل و قرار است به زودی به بهره برداری برسد. مدیر حفظ آبدات تاریخی در این ریاست میگوید که بازسازی این پارک برای حفظ ارزش‌های تاریخی، ایجاد فضای سبز و فراهمسازی محیط مناسب برای استراحت و حضور گردشگران داخلی و خارجی در داخل مسجد جامع بزرگ نقش موثر دارد. زودتر از میعاد معینه این پارک ساخته شد و برای برداری سپرده شد و احتمال نمازگزاران وقتی که نماز ادا میکنن میان به جای مناسب، جای سبز، آبشارها، حوضها. در این حال مولوی احمدالله متقی رئیس اطلاعات فرهنگ هرات میگوید که توجه به حفظ و احیای آبدات تاریخی از اولویت‌های اساسی امارت اسلامی به شمار می رود. رئیس این اداره علاوه می کند که در حال حاضر کار بازسازی ترمیم شماری از آبدات تاریخی در نقاط مختلف این ولایت به گونه دوامدار جریان دارد. بله، خوشبختانه با همکاری دفتر محترم اتکا و با تلاش‌های ریاست اطلاعات فرهنگ هرات کار پارک مسجد جامع بزرگ هرات که 3 ماه قبل کار آن آغاز شده بود در حال ختم است. باید گفت که تلاش‌های برای بازسازی قسمت پایینی پارک مسجد جامع جریان دارد. همچنان کار مرمت و بازسازی در بخش‌های مختلف مسجد جامع بزرگ هرات جریان داشته و در کنار این بنای تاریخی روند بازسازی سایر ابداهای تاریخی از جمله قلعه اختیارالدین، منارهای هرات و مجموعه خواجه عبدالله انصاری رحمت الله علیه نیز گونه جدی ادامه داره و ما امید داریم که انشالله با زودترین فرصت کارهایی که به سر ابداهای تاریخی شروع شده است از سوی دیگر مسئولان دفتر تیکا که در ساخت این پارک همکاری داشتند میگویند که حمایت از پروژه های فرهنگی و تاریخی بخشی از تعهدات این نهاد می باشد. که قبلا گزارش داده شده که سنگ فرشی، مرمرکاری یا خشتکاری و کاشتکاری، سرسبزی، نهاشانی این مراحل گوناگون پیش بره و اکثر کارها انجام شده. باشندگان هرات نیز با استقبال از بهره برداری این پارک میگویند که ایجاد چنین فضاهایی در اطراف آبدات تاریخی علاوه بر زیباسازی شهر زمینه آرامش و حضور خانواده‌ها را فراهم می‌سازد. دیگه حالا که باز داخل از این پارک میشیم به سرسبزی زیاد توجه شده. انشالله در خلق دلته راځي د تفریح و دغه لپاره انشالله لذت کړي د دې ځایه. با این حال شهروندان هرات علاوه بر توجه بیشتر به آبدات تاریخی این ولایت خواستار بازسازی و مرمت قسمت پایینی پارک مسجد جامع بزرگ این ولایت اند.